از ساعاتی پیش ونزوئلا آماج حملات آمریکا قرار گرفته. تعدادی از بنادر و شهرهای این کشور آماج حملات هوایی نیروهای آمریکا قرار گرفته. ترامپ از ماه‌ها پیش به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروهای نظامی آمریکا دستور محاصره ونزوئلا را داده بود و چندین بار هم کشتی‌های تجاری این کشور توسط نیروهای آمریکایی توقیف و تعدادی از قایق‌های متعلق به ونزوئلا هم مورد حمله قرار گرفته بود. حمله به ونزوئلا جدیدترین حمله نظامی آمریکا به یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحده. واکنش رئیس جمهور کلمبیا به حملات آمریکا به ونزوئلا. گوستاو پدرو رئیس جمهور کلمبیا در شبکه ایکس اینطور نوشته: کاراکاس همین الان هدف حمله قرار گرفت. این هشداری برای جهانه. وی در ادامه مطلب خود نوشت ونزوئلا همین الان هدف قرار گرفته. آنها با موشک‌هاشون کاراکاس پایتخت ونزوئلا را هدف قرار دادند. سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان ملل باید فوراً نشستی برگزار کنند. پدرو در پیام دیگه‌ای نوشت: کلمبیا از دیروز عضو شورای امنیت سازمان ملل متحده و باید فوراً جلسه‌ای تشکیل بده. خبرگزاری CBS هم اینطور گزارش داده: دولت ترامپ از انفجارها و هواپیماهایی که بر فراز کاراکاس پرواز می‌کردند مطلع و ترامپ دستور حملاتی را به سایت‌هایی در داخل ونزوئلا شامل تأسیسات نظامی صادر کرده. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به این حملات اعلام کرد: پایتخت ما هدف حملات موشکی قرار گرفته. دولت ونزوئلا روز شنبه در بیانیه اینطور اعلام کرد: جمهوری بولیواری ونزوئلا تجاوز نظامی آمریکا علیه خاک و جمعیت ونزوئلا در مناطق غیر نظامی و نظامی شهرهای کاراکاس و میراندا، آراگوا و لاگوایرا را در برابر جامعه بین‌المللی رد، محکوم و تقبیح می‌کنه. در ادامه این بیانیه که توسط ایوان خیل وزیر خارجه ونزوئلا منتشر شده اومده: این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد به ویژه مواد 1 و 2 اونه که احترام به حاکمیت، برابری قانونی دولت‌ها و ممنوعیت استفاده از زور رو تضمین می‌کنه. چنین تجاوزی صلح و ثبات بین‌المللی به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب رو تهدید می‌کنه و جان میلیون‌ها نفر رو در معرض خطر جدی قرار میده. دولت ونزوئلا تاکید کرد هدف این حمله چیزی جز تصرف منابع استراتژیک ونزوئلا به ویژه نفت و مواد معدنی اون و تلاش برای تضعیف اجباری استقلال سیاسی این کشور نیست، ولی اونها موفق نخواهند شد. وزارت خارجه کشورمون هم در بیانیه تجاوز آمریکا به ونزوئلا رو محکوم کرد. تو این بیانیه اومده: حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قوانین اساسی حقوقی بین‌الملل به ویژه بند 4 ماده 2 منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل عمل تجاوزکاران است که باید فوراً از سوی سازمان ملل متحد و همه دولت‌هایی که دغدغه حاکمیت قانون صلح و امنیت بین‌المللی را دارند صریحاً محکوم بشه. در ادامه این بیانیه اومده: تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی که پیامدهای اون متوجه کل نظام بین‌الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل رو بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد. ادعای تازه ترامپ: مادورو و همسرش دستگیر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به حمله نیروهای نظامی آمریکا به ونزوئلا در شبکه اجتماعی خودش نوشت: ایالات متحده آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا و رهبر اون رئیس جمهور نیکولاس مادورو انجام داده که وی به همراه همسرش دستگیر شده و از کشور خارج شدند. این عملیات با همکاری نیروهای اجرای قانون آمریکا انجام شده. جزئیات بیشتر بعداً ارائه میشه. امروز ساعت 11 صبح در مارالاگو یک کنفرانس خبری برگزار خواهد شد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزاریم.